سلام دوستان، وقتتون بخیر. این پست بخش دوم ریتم‌خوانیه با تکنیک دو انگشتی و اومدیم یک سری فیگورهای جدید رو معرفی کنیم و اینکه اونا رو تمرین کنیم. تا جلسه قبل تا شماره 9 رو گفتم و این جلسه میخوایم چند تا فیگور جدید بگیم. خب شماره 10 رو میخوایم تمرین کنیم. پایین که میبینید انگشت یک، انگشت دو و توی این تکنیک ما انگشت یک رو این حساب میکنیم و انگشت دو رو این، یعنی اینجوری میشه. خب انگشت یک میگه یه چنگه، انگشت دو تا دولو چنگ باید بخونیم. میشه چی؟ دو 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 دو. ببینیم دو 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 دو. بیایم شماره 11، درس 11 چجوریه؟ میشه دو 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 دو. 12 دو 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 دو. 13 دو 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 دو. 14 دو 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 دو. 15 دو 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 دو. این فیگور اگه یادتون باشه توی دو تا انگشت اول دو تا دو میخونیم، یعنی دو تا دولچنگ میخونیم و انگشت دوم هم دو تا دولچنگ دیگه و اینها در کنار هم باید با نصب خونده بشن. میشه چی؟ دو 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 دو. خب سعی میکنم ویدیو زیاد طولانی نشه و جلسات بعدی یه سری فیگورهای دیگه هم میگیم. متشکرم. فعلا